با سلام خدمت دوستان و بینندگان عزیز. نکته بسیار مهمی که باید در ابتدای کار بگم اینه که باید نواقص و محدودیت ها رو پذیرفت و در رفع آن اقدام مؤثری کرد. من رو ببخشید به خاطر اینکه اینجوری لم دادم، چون من موقعیتم و در واقع استدیوی فیلم برداری من محدود به همین تخت خواب و این لپتاپ من هست و برای شروع حداقل چیزهایی که باید برای شروع لازم باشه فکر میکنم همین باشه. در هر حال من میخوام هر کاری رو از صفر شروع کنم و با هیچ. این یه سبکیه در زندگی. از صفر شروع کن، با هیچ زندگی کن و خوشبخت باش و راضی باش. این رو برای سرگرمی یا برای گول زدن نمیگن. در دنیا هیچ چیزی مهمتر از درک وضعیت خود نیست. مشکلات، ناتوانی ها و مسائلی که شما را احاطه میکنه نعماتی هستند که اگر آنها را با دید درست نگاه کرد سبب رشد و ورزیدگی نیروهای درونی شما میشه و شما رو بالا میبره. بدون شک انسان ارزشش به روحه و این جسم خاکی ما و نیازهایی که این جسم خاکی داره همش سرابه. یقین خیلی ها با من مخالفن باشن. همین مخالفت مردم با من یک نعمته، من رو به چالش میکشه و سبب رشد من و درک بالاتر من از وضعیت موجود میشه. در این رابطه باید صحبت کنم. خیلی مهمه آقای خانم، خیلی مهمه. در حال حاضر من کار خودم رو انجام میدم، دنبال فالوور هستم، دنبال کسب درآمد هستم. چرا؟ چون متوجه شدم که درآمد برای نجات بعضی از افراد مهم و اساسی است. خب همه که مثل من نیستن. بله تا اینجا باشه. تا بعد یک